یک دیگه سوال به میان آمد. من خودم شوهرم زنی دیومشان هست است. من خودم راضی شدگی میدانم که راضگی من در کار نه به این چیز احکام شریعت میدانم. ماشاءالله. لیکن این یک عذابی سخت بود است تا از سری آدم نگذرد. آدم نمیدانست است این چیزه. شوهرم آدمی خوب رسا بهترین آدم، لیکن نمیدانم چی سبب باشد که بعضی ناحقی ها به میان میبیاد. منم اکن بالی فعلا به خفه شده هرچی ها بعضی وقت اکن خفه شده میگم ایلی من شما بود بیگانه، من برای شما مردگی بعضی همیخه حالتا میشد همیخه گپای میگم، بعد اوکر گشته توبه میکنم و من میگم همین وقتا به من گناهکار میشم. بله، یعنی که این خیلی گناه ها میشد. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که از این نماز تا آن نماز، از این جمعه تا این جمعه، از این رمضان تا این رمضان، از این عمره تا این عمره گناه ها را کفاره میکند. یعنی بین نماز عصر و شام یگان همین خیلی گپا میگوید نماز شام میخونید گناهتان بخشیده میشد، خفتن میخونید بخشیده میشد. بین این نمازها شدگی کار یکی از این خیلی گناه ها هیچ کس سلامت نمیماند. لیکن به هر حال چیزی نگویید و از الله تعالی نیکی های شوهر، مهربانی از شوهر، هر چیزی که از شوهرتان میخواهید اون از الله تعالی پرسید بهتر است. از شوهر طلب نکنید و از الله تعالی طلب کنید، صبر کنید. بله، الله تعالی مگر برای زنها مهربانی نکرده ظلم کرد که وقتی که دو زنگی یا سه زنگی یا چهار زنگی را اجازت داد؟ الله سبحانه و تعالی پاک است از ظلم، از خطاگی، از عیب، از کمبودی. این شریعت ببینید وقتی که به دو زنگی اجازت داده است ضرر هست. یعنی که خیلی که از شما گفتید این بسیار روزی سخت است کسودید، لیکن برای چی الله تعالی اجازه داد؟ بگذار یا زن چهارمین زنی یک مرد مسلمان باشد و لیکن از زنا دور باشد، از حرام دور باشد. 4 روز به یک بار شوهر دارد لیکن از کار حرام دور است. پیش زنها میگفتن که سری ما بریده شود، بهتر است از آن که ما زنا کنیم. اونا قدر و قیمت خود را میدانستند. زنهایی که حالی مسلمان نبودند وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم با هند و یک چند زنها بیعت گرفتن، یعنی عهد و پیمان گرفتن که بعد اینکه مسلمان میشید دزدی نمیکنید، زنا نمیکنید، گفته همین چیزها رو ذکر کردن، به الله تعالی شریک نمیبرید. اونا گفتن که یا رسول الله اوتزنی الحرة، یا رسول الله مگر زنی آزاد زنا میکند؟ یعنی اونا مشرک بودند، حالی دین اسلام نبودو زنا نمیکردند. زنهای عرب کنیزها زنا میکرد، غلام دخترها زنا میکرد، زنی آزاد زنا نمیکرد اگرچه کافر است. یعنی که چه خیلی ما به شما عهد و پیمان تیم زنا نمیکنیم، ما اسلام نبود زنا نمیکردیم مگر زنی آزاد زنا میکند. یعنی قدر و قیمت خود را زن باید داند. بنابراین اگر دوم زن باشید یا یکم زن باشید و شوهرتون زن گرفته باشید این هیچ عیبی نیست. بهترین زنها زنهای رسول الله صلی الله علیه و سلم کنداش ها داشتن. حضرت عایشه 8 کنداش داشتن. خب برای پیامبر صلی الله علیه و سلم اجازت بود زیاده از 4 زن گرفتن، برای دیگرها اجازت نیست. زینب یکی از زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. یگان زنها میگن خودش به من برابر نمیگرفت، چون که حضرت عایشه دختری ابوبکر، نسبشان هم بلند از قریشی هستند و دختر بودند و دوست داشته پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند. یگان زن خودش برابر نمیگرفت غیر زینب میگن. زینب یعنی که خودش از عایشه بلند میدونست. یکی از زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفت که زوجکن اهلکن زوجنی الله من فوق 7 سماوات. الله تعالی میگفت که شما را پدر و مادراتون به شوهر داد، مرا الله تعالی از بالای 7 قبض آسمان به شوهر داد. الله تعالی گفت که اگر زید طلاقش را دهد زوجناک، ما زینب به تو خانه‌دار میکنیم، نکاح کردم. الله تعالی بی ولی و بی شاهد، بی اجازت پدر و مادرش، بی دوتا شاهد الله سبحانه و تعالی خودش نکاح کرد. بنابراین زینب حضرت عایشه را هم
یعنی که پس نمی آمدن و به دیگر زنها، یعنی که مشکلی کنداش های و باخچان ها در بین زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم هم بود. شما مشقت داره، لیکن مشقتی بی شوهری و مصیبتی بی شوهری از این دیده وزنین تر است. بنابراین این دنیای دو روزه هست. خواهرای عزیز صبر کنید، الله تعالی عوض نیک دهد، مراد و مقاصد نیکتان حاصل گرداند. الله تعالی راضی باشد. این البته که از تقدیر استاد البته تقدیر نیکی بدی ایمان میبرد. شما وقتی که شوهرتان زن دارد اهمیت ندید، شما محبت به الله تعالی کنید. روزی که شوهرتان به نزد زنش میرد، برای شما امکانیت است که درس میخوانید، عبادت میکنید، تهجد میخوانید، مشق میکنید، دیگر کارهای برای فایده خودتان اجرا میکنید، تربیت فرزندان و اهمیت میدید، امکانیت پیدا میشه برای شما. بله من این چیزهای همشه میدانم. من این خیش و تبارای شوهرم من عیبدار میکنم که اکنون گویا که من زنی نقش شده نتوانسته باشم و شوهرم دویم زن گرفتگی باشم. اگر تو چیزا به من دقت میشم. زن نمیگرفت، اگر تو زنی بهترین یاید، مردها دیگرش میخواهد با. برای همین یعنی که این عیبی شما نیست، غمگین نشوید. خیلی مسئله الله یگان زن عیبدار کرد نمیشد که شوهرت دیگر زن گرفت، این دلالت می‌کند که عیبی تو نه.